دروغ گفتن در همه روز گناه است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. آیا دروغ گفتن در روز 1 اپریل جایز است؟ دروغ گفتن در همه روز گناه است. در این روزم گرچنده که با شوخی باشد. ای برادر مسلمانم، از این گناه کبیره دست بکش. الله سبحانه و تعالی می فرماید: پس از بت‌های پلید و سخن دروغ پرهیز کنید. سوره حج آیت 30. شنونده عزیز، ببین که خداوند دروغ را در ردیف بت‌های پلید مثال آورده است که این از بزرگ بودن این گناه شهادت می دهد. پس از این گناه حذر کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ویل بر کسی که سخن دروغ می گوید تا مردم را بخنداند. ویل بر او، ویل بر او. روایت ابو داود. ویل این یک وادی است در دوزخ. پس برادر و خواهر ایمانیم از دروغ حذر کنیم و به یار و برادرانم برسانیم که دروغ گفتن در همه روز گناه است. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: علامت منافق 3 چیز است: اگر سخن گوید دروغ میگوید، اگر وعده دهد خلاف میکند و امانت را خیانت میکند. روایت بخاری. شنونده عزیز، چنانه که از این حدیث به ما معلوم گشت، دروغ گفتن یکی از صفتهای منافقان می باشد. پس از این صفت منافقان حذر کنیم. برادر و خواهر مسلمانم، آیت‌ها و حدیث‌ها درباره دروغ به نهایت بسیار است، ولکن برای انسان عاقل همینها کفایگی می‌کنند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.